پنتاگون دستور اعزام 2000 سرباز ویژه به اطراف ایران را صادر کرده و ترامپ هم همزمان خبر داده که یک طرح 15 مانده‌ای را برای مذاکره یا توافق با جمهوری اسلامی ارسال کرده. یعنی هم مذاکره و هم جنگ به طور همزمان. در مورد این 2000 سربازی که قرار هست اعزام بشن، اینها نیروهای نظامی عادی آمریکا محسوب نمیشن. بنا به گزارش‌ها اینها از قطعه موسوم به 82 هوابرد پنتاگون قرار هست اعزام بشن که کل این قطعه میگن 3000 نفر سرباز داره و اینها کارشون واکنش سریع هست، یعنی اینکه در ظرف 18 ساعت به هر نقطه از جهان که بخوان اعزام و منتقل میشن. مشخص نیست کجای خاورمیانه قرار هست اعزام بشن، اما گفته میشه در جایی با هدف آماده باش کامل برای اعزام در این جنگ، یعنی علیه ایران قرار هست مستقر بشن. در کنار این امروز یک گزارش تو کنگره منتشر شده مبنی بر اینکه دولت ترامپ بدون اجازه کنگره 20000 بمب، یک بسته 20000 بمبی رو به اسرائیلی ها فروختند که از این 20000 بمب گفته میشه که 12000 تاشون بمب های سنگین محسوب میشن. کل این بسته حدوداً 600 میلیون دلار ارزش داره و نباید بدون اجازه کنگره فروخته میشه مگر اینکه وضعیت اضطراری اعلام بشه و گویا در قالب همین وضعیت اضطراری هم این بسته قرار هست به اسرائیلی ها برسه. این از وضعیت جنگ. در مقابل در خصوص این مذاکرات، این طرح 15 ماده‌ای که ترامپ هم قبلا در موردش صحبت کرد گویا قرار هست توسط پاکستان به دست جمهوری اسلامی برسه. جمهوری اسلامی انکار میکنه، یعنی پرس تیوی همین امروز گزارش داد و گفت که این مذاکره قرار نیست شکل بگیره و الجزیره هم امروز گزارشی منتشر کرده و میگه این 15 ماده‌ای که ترامپ داره درخواست میکنه به شدت در واقع به نظر میرسه زیاده خواهانه است، یعنی جمهوری اسلامی اونها رو قبول نخواهد کرد. با این حال با وجود انکار جمهوری اسلامی، ترامپ همچنان اصرار داره که جمهوری اسلامی مایل به مذاکره است و میگه نه تنها قرار هست مذاکره بکنیم بلکه قرار هست در کنار کوشنر و ویتکاف جیدی ونس هم در این مذاکرات شرکت کنه و برخی از مطبوعات آمریکا میگن این درخواست جمهوری اسلامی هست که به جای کوشنر و ویتکاف با جیدی ونس مستقیم مذاکره بکنه. این وضعیت کلی هست جنگ و مذاکره که خیلی از مطبوعات و تحلیلگرا همین بحث مذاکره را هم با دیده تردید نگاه میکنن و میگن حتی شاید ترامپ صحبت از مذاکره میکنه برای خرید زمان و آمادگی بیشتر در میدان جنگ.